7 سؤال اوید ایسیون 7 نویابر در زندان. 7 نویابر در مؤسسه اصلاحاتی رقمی 3 وزارت عدلیه واقع در شهر خوجند ایسیون سر زد که طبق اطلاع رسانه ها شمار کشته شده ها تا 60 نفر رسیده است. شمار مجروحان هم نزدیک به 200 نفر تخمین زده می شود. با گذشت 5 روز مقامات تاجیکستان حرف در این باره نزده اند و موقعشان هم تا حال معلوم نیست. سؤال‌های به پاسخ عاید این حادثه در ذهن مردم و کارشناسان پیدا شده اند که باید مقامات به آنها پاسخ گویند. سؤال 1. برق را کی خاموش کرد؟ خیرالله عبداللایف، پدر یکی از زندانبان‌های مجروح، روز 9 نویابر در صحبت با رادیوی آزادی با نقل از پسرش گفته است: حادثه شبانه هنگامی از نظر گذراندن یا هست و نیست محبوسان صورت گرفته است. یک باره برق را خاموش کرده با هر چیز به دستشان آمده است زده اند. کی برق را خاموش کرده است؟ یقینا زندانیان امکان این کار را ندارند. دسترسی به روشنکنک های برق از آنها دور نگاه داشته می شود. فرضیه لیمیت را می توان بدون شبهه دور انداخت. امکان ندارد که مأمورین زندان این مسئله را با مسئولین برق بررسی نکرده باشند. یگانه فرضیه باقی مانده همدستی یک یا چند از مأمور زندان با عصیانگران است. حالا عصیان را کی طراحی کرده است، مأموران یا محبوسان؟ سؤال باقی میماند. هجوم یکباره محبوسان به زندانبانها هم به آن دلالت میکند که حمله قبلا طرحریزی شده است. سؤال 2. آیا محبوسان مسلح شده بودند؟ این خبر را که رسانه ها نشر کردند گویا محبوسان با کارد و تبر مسلح شده به زندانیان حمله کرده اند شبهه آور است. محبوسان هیچ امکان دسترسی با کارد و تبر ندارند. خبر دیگری در رسانه ها رفته یراق یکی از زندانبانها را زده گرفتن یک محبوس و کشادن تیر به سوی آنها می باشد. اما در ادامه نقل خیرالله عبداللایف از زبان پسرش آمده است: گفتند که با خیشت و هر چیز دیگر به سر و روی زده اند. مشت و لگد چونین آسیب نمی رساند. دهشت است. 8 یا 9 دندانش شکسته است. رویش را دوخته اند. سر و روی پسرم یگان جای آباد ندارد. یعنی محبوسان نه با سلاح بلکه با خیشت و دیگر اشیا به زندانبانها هجوم کردند. دلاوره قادیروف همسر میرسعید قادیروف افسری کشته شده که به حیث سردار شعبه تربیوی در زندان کار میکرد در صحبت با ازیا پلوس چنین گفته است: گروه از محبوسان به کارمندان زندان در افتادند. هنگام حمله شوهر من از خود حمایه میکرد، زنازنی مینمود، ولی آنها را رها نمیکرد، ولی آن ناکسان او را کشتند. سپس به رحمانه کارمند دیگر احسان یعقوبوف 27 ساله را به قتل رسانیدند. چی خیلی که میبینید اینجا حرف از سلاح آتشفشان نیست. 2 کشته شده از جانب مقامات در نتیجه لطوکوب جان دادند. سؤال 3. چرا مقامات وارد گفتگو با عصیانگران نشدند؟ برابر دریافت خبر از عصیان 2 گروه مخصوصی پلیس و کمیته امنیت آمان و الفا به جای حادثه آمده عصیان را خاموش کردند. با کشتن 10 نفر و مجروح ساختن بیش از 100 نفر توسط سلاح‌های آتشفشان. عصیان در زندان‌ها یک امر معمولی است و آن در اکثر کشورهای دنیا رخ می‌دهد. ولی همیشه مقامات وارد گفتگو با عصیانگران می شوند، حتی اگر آنها به یراق آتشفشان دست یافتند. گاه طلبات آنها قانع کرده می شوند. در اکثر حالتها مشکل عصیان با راه آسایشته حل می گردد. اما بدون گفتگو و آموختن قضیه تیرباران کردن بیش از 200 نفر عمل است که تا حال در تاریخ عصیانها در جهان دیده نشده است. سؤال 4. چند نفر کشته شدند؟ شمار کشته شده ها را از 24 تا 60 نفر گفته می شود. سامانه اخبار دیروز نوشت که تا هنوز 47 نفر زندانی کشته شده گرانیده شدند. نعمت الله میرسعید، تحلیلگر مسائل امنیتی در صحبتش با رادیوی آزادی گفته است:
به تحقیق خود ما شماره هلاک شده ها از آن رقم هایی که در رسانه ها نشر شده اند خیلی زیاد است. یک منبع پیام با استناد به صلیب سرخ تاجیکستان هم گفت که شمار کشته شده ها از 40 نفر بیشتر است. در این دو عکس که 2 روز قبل در شبکه های اجتماعی نشر شد، محبوسان کشته شده در 2 صف خوابیدند. در یک صف آن که معلوم نیست پرره عکس گرفته شده است یا نه، حداقل 15 نفر دیده می شوند. یک منبع معتمد از دادستانی ولایت سوخت به پیام اطلاع داد که ضمن پخش عصیان در زندان 53 نفر کشته و 186 نفر مجروح شدند. سوال 5. چرا نزدیکان محبوسان زندان رقم 3 تا هنوز هیچ اطلاع ندارند؟ هزارها نفر نزدیکان محبوسان مؤسسه اصلاحاتی رقم 3 وزارت عدلیه روز 4 است که هیچ اطلاع درباره نزدیکانشان ندارند. با وجود مراجعت زیاد آنها به مقامات، آنها نه تنها به نزد محبس راه داده نمی شوند، بلکه نمی توانند اطلاع درباره زنده، مجروح یا مرده بودن نزدیکان زندانیشان پیدا کنند. پیام معلوم کرد یک نفر محبوس با پیوندانش تلفنی تماس گرفته است. این محبوس ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان است. او عیناً 2 هفته قبل از فاجعه به نزدیکانش زنگ زده گفته است که 2 هفته نمیتواند به آنها زنگ زند و آنها نباید خواطر شوند. و روز 8 زنگ زده است که من زنده و سلامتم. سوال 6. چرا اجازه دیدن جسدها را به نزدیکانشان نمیدهند؟ تا حال چند جسدی که به صاحبانش سپریده شدند تحت نظارت شدید پلیس و امنیت بدون جنازه و شستشو گرانیده شدند. مقامات به نزدیکان کشته شده ها اجازت حتی باز کردن کفن را نداده اند. چنین عملکرد مقامات نشان آن است که آنها چیزی را میخواهند از مردم پنهان دارند. البته اینکه همه آنها با سلاح آتشفشان کشته شده اند دیگر جای شبهه نیست و پنهان کردن آن منطقی به نظر نمی رسد. مقامات می کوشند چیز دیگری را از مردم پنهان دارند. اما آن چیست؟ آثار شکنجه؟ 7. چرا مقامات حرف نمی زنند؟ با وجود اینکه تمام رسانه‌های دنیا از حادثه مؤسسه اصلاحاتی رقم 3 وزارت عدلیه واقع در شهر خوجند خبر دادند، روز 5 است که مقامات آب به دهان گرفتند. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان نیز که روز شنبه در جشن روز میلیسیای تاجیک شرکت و سخنرانی کرد، حرف از حادثه خوجند نزد. او حتی از ویرانکنی قاعده های راه در بدخشان اظهار نگرانی نمود، اما از کشته شدن بیش از 50 شهروند کشوری که آن را اداره می کند سخن نگفت. عزت الله شریپوف، سردار سرریاست مؤسسه های اصلاحاتی وزارت عدلیه نیز 2 روز پس از حادثه اظهار بیخبری از آن کرده است. وزارت کارهای داخله، کمیته دولتی امنیت ملی نیز که در کشتار محبوسان بی‌سلاح مستقیما دست دارند تا حال حرف درباره عملکرد گروه‌های تابع به این 2 نهاد آمان و الفا چیزی نگفتند. محیدین کبیری، رهبر پیمان ملی تاجیکستان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مصاحبه اش با خبرگزاری رسمی آلمان دایچ ویل گفته است مقامات سبب حادثه و جزئیات آن را می‌دانند ولی نشر آن به نفعشان نیست. بنابراین در پی آماده سازی فرضیه دیگری هستند مثل حادثه دنغره که قصه کاملا دیگری از واقعیتی که بود ساختند.